ترس ملحدین با مرگ ملحد عراقی. سلمان مومیکا فعال عراقی که بیشتر نسخه از قرآن کریم را در سویدن سوزانده بود، چهارشنبه شب در جریان یک بخش زنده در شبکه اجتماعی تیک تاک به ضربه گلوله کشته شد. این در حالی است که ملحدین ما که خود را روشنفکر هم می‌دانند، این منافقین که به خاطر به دست آوردن پول روزانه از طریق شبکه‌های اجتماعی توهین و دشنام به اسلام را می‌دهند و اکثر اوقات غرق نشه می‌باشند و پیامبر گرامی ما توهین می‌کنند و گاهی با هم فکرانش برنامه‌های زنده می‌گیرند که تمامش تهمت و بهتان به اسلام است که منبع دقیق هم ندارند. اما امروز مرگ او ملحد عراقی که چند پیش قرآن را به خاطر به دست آوردن تابعیت سویدن سوزانده بود، علق این چراغ گل‌ها خشک گردیده است. در ترس از این هستند که به سرنوشت ملحد عراقی گرفتار نشد. مومیکای 38 ساله یک مسیحی عراقی بود که در سال 2023 با برگزاری تجمعاتی در سویدن اقدام به سوزاندن نسخه قرآن کریم کرد و اعتراضات گسترده را در کشورهای اسلامی برانگیخت. او در آستانه محاکمه به اتهام تحریک نفرت قومی قرار داشت و دادگاه استکهلم قرار بود در روزهای آینده در مورد پرونده او تصمیم میگیرد. اما مومیکا در جریان برنامه زنده بعد از تیراندازی کشته شد. پلیس سویدن تایید کرده که پس از دریافت گزارش تیراندازی نیروهای امدادی به سرعت در محل حاضر شدند و مومیکا را که از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفته بود به بیمارستان انتقال کردند، اما تلاش پزشکان برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند.